نظرم اگه کسی کومان رو نمیشناسه واقعا دوگمه نباش. الان تنها با منی و اگه به موفقیت برسم و مرچو بگیرم تو ولاگ بعدی حتما با مرچ خب سلام وقت بخیر. سلام علیکم. سلام. وضعتان چون است؟ داریم میریم یه جای باحال که امیرعلی نمیدونه داریم میریم نه کجا. اصلا نمیدونه. از صبح بهش هم نمیگیم. میخوام یه دستی بزنم ولی خب نمیدونم. ولی میتونم بهت بگم که شام میریم ستارخان. واو. اینو ماما بهم گفت ولی نگفتین که کجا قرار بریم. الان متوجه شدی؟ نه شامو که میدونم، ماما شامو بهم گفت، الان نمیدونم داریم میریم کجا. از دیشب تقریبا برنامه محمد داره میگه من از جایی که آلو تو دهن من خیس نمیمونه اصلا نمیتونم. بعد اینکه زوری خودمو تا الان نگه داشتم که به امیر نگفتم کجا میخوایم ببریمش، ولی ربطی هم به تولد و اینا نداره، هیچ هم براش قرار نیست بخریم، فقط میخوایم یه جایی ببریمش. بریم ببینیم چیه دیگه. بریم ببینیم چی میشه. بریم ببینیم. به نظرت پا بریم کجا امیرعلی؟ هنوز نمیدونم ولی میدونم که قراره بریم ونک و یه سری داریم هم دروغ میگی که نمیدونم داریم میریم اینجا داریم. چه حدسایی میزنی؟ ببین حس میکنم فکر کنم اگه اشتباه نکنم بنیامین یه فستیوال گذاشته بود که بنیامین خب حس میکنم داریم میریم اونجا ولی فکر نکنم پیش بنیامین باشه چون 50 برای فستیوالش که گذاشته یا نه. خب دیگه چه حدسی میزنی؟ بعد کافه گلیاپوچم امیدوارم بریم چون گلام هم حتی نگفت الان من یه چیزم اومده که میریم کافه گلیاپوچ شاید، ولی اگه بریم خیلی خوشحال میشم نه بریم بچه و نقدی ندارم واقعا حال میکنم و اگه بریم اونجا و من آقای ادیبزاده یا امید رو ببینم یه بازی میکنم عمرم بتونه ازم بگیره. میدونم امید دقیقا از عمو رجب هم همینجوری گلو گرفت ولی از من نمیتونه. خب دیگه ستارخانه رو هم که گفتینم واقعا نمیدونم واقعا. شام میریم اونجا چی میخوریم ستارخان. اوکی. قبلش کافه مافیا چی؟ کافه مافیا امیرعلی نبویان ممکنه اونجا برنامه داشته باشه. آره با حامد آهنگی اینا خب کنم آره ولی آره دیگه ولی واقعا نمیدونم خیلی حس بدیه که نمیدونی داری کجا میری. خب بلدم داره آدرس میدونم فقط ونکه و آدرس اونجا هم نزده فقط زده ونک چهارراه ونک داریم میریم میدون و بریم ببینیم چی میشه. بریم ببینیم. ما هم که خودتونیم فقط تو کامنت ها بنویسین که وضعتان چونه. وضعتان چونه؟ خب بچه الان من یکم شاید باید بلند صحبت کنم که موزیک کپی رایت داره ولی هنوزم نمیدونم کجا میریم. امیدوارم بریم کافه گلیاپوچ با امید یکم بازی کنم ولی هنوزم نمیدونم داریم کجا بریم. میشم یکم نمید بده. هنوز نمیدونم ولی الان تو ونکیم و داریم میریم ونک مال خب ولی نمیدونم واقعا الان بین دوتا موندم کافه گلیاپوچ و کافه مافیا میدونی بین این دوتا کافه حالا
فکر کنم یکیش شاید مثلا هیچ کدومش نباشه ولی آره دیگه اینا حالا داریم بریم برنکو برادر به ما میدی؟ بیا برادر ببین چی گرفتی؟ خب بذار هم بده کمان فنه حاجی کمان اصلا اومدی که شما رو ببینی خدایی بیجه کمانه حالا بیاریم داخل یه چه خبر اومدی من اینو بگیریم دیگه بیا من دو تا دیگه هم بگیرم بعد میشه دو تا دیگه من بدونیم بیا کلی را اومدی اگه راحت نباشید که نکنید بیا که دو تا دیگه دیدی شد صدا من دو تا بود زنده توته بیا گرفتم فریم کمانو بچه هر کی یه دونه هر کی میخواد $50 میفروشم بالاخره پیدا کردم یعنی واقعا نمیدونستم بتونم کافه چه خبره بگیرم ولی آره خوبه؟ ببین من این تیکه از ویدیو رو استوری میکنم ایمان تگت میکنم و میگم که موفق شدم که بگیرم ولی چه بچه کماندو سلام من برگزار کنم خیلی عالی بریم داخل کافه چه خبره مرچ جدیده مرچ جدیده دیگه سلام شما هم گرفتی؟ مرچ چیه؟ مبارک باشن نمکیه پیش دو تا دوست کماندوی عزیز هستیم. اسم شریف شما چیه؟ من محمدم ملقب چمروش چمروش. شما؟ من امیرعلی آقا محمد و آقای امیرعلی. چند سالتونه؟ من که 23 سالمه درسته؟ شما امیرعلی هم که 15 و 23 سال. بله. چند وقت کماندو میشناسید؟ همون روز اول من از 8 سال 9 سال پیش با میاه آشنا شدم بله قدیمی هستی. آره همونو که دیگه امیرعلی هم فن دو آتیشه بود گفتیم حتما باید بیاریمش اینجا بله. شما چند وقت آشنا شدید؟ من 6 سال ویدیوهای میان رو میبینم بعدش هم از اول کمان بودم دکترنامه هستم و با هم بود. ویدیو فرهبخش هم امروز دیدم که بله بچه‌ها سریع نگاه میکنن و خفن. خب بچه‌ها شما میالندی هست یا کروشی بگه ایوانا دره اینو میفرستم واسه حسین. من حسین دره‌ای جدید. شما چی؟ من فروشیاییم و به خود فروشم گفتم و تگش کردم و لایک کرده سریمون بچه‌ها گل و واسه حسین میفرستم مصاحبه شما رو حتما و اینکه مثل مصاحبه که از کجا هستی میادید؟ تهران. آقا مرسی. خوشحالی آقا حرفی سخنی. بای بای I'm cutting dice. Look at these eyes. They're not here to please you. There was a time you could be mine before all that you put me through. I knew that you were trouble, but I don't think you were bad. I'm living in this bubble and it makes you so mad. You can say hello, but I don't need you to like me. Don't need you to like me. Don't need you to like. You can watch me go, 'cause I don't need you to like me. Don't need you to like me. Don't need you to like. You can say hello, but I don't need you to like me. Don't need you to like me. Don't need you to like. You can watch me go, 'cause I don't need you to like me. Don't need you to like me. Don't need you to like me. ببین یه فضای متالیک رو درست کردن کلا کافه باز متاله و
دوستای توضیح بدی برو اونجا وایستا. توضیح چه عرض کنم؟ سورپرایز شدم. مرچ میخوای ببینم دارم برات بگیرم؟ مرچشون رو خیلی دوست دارم و مرچای جدیدم خود کوروش گفته بود دور نباش و خیلی فضای کافه باحاله. کلا یه فضای متال و خیلی گرم و باحال. خوبه دیگه. You can say hello, but I don't need you to like me. Don't need you to like me. Don't need you to like. You can watch me go, 'cause I don't need you to like me. Don't need you to like me. Don't need you to like. You can say hello. خب پس میشیم تا از آن بگم بعد ببینیم مرچا میاد چه جوریه چه شکلیه تا بتونیم تهیه‌اش کنیم اگه دوست داشته باشه امیرعلی. وضعتون چونه؟ من تو کال دارم. امیر چه احساسی داری؟ احساس واقعا سورپرایز شدم. حدود یه ساعت نیم کلا تو راه بودیم و من تو هپرو تو دفعه میرسم که کجا داریم میگیم ولی خب ارزششو داشت. من حتی ببین میتونم بگم امروز رفتم تو تلگرامشون گفته بودن امروز قراره پی دی افشو منتشر کنم. من میخواستم پرینت بگیرم ولی خودشو گرفتم. آره حالا من آقا خودم گفتم من صبح بهت نشون دادم گفتم اینا چرا نمیذارم پی دی افشو من برام پرینت بگیرم. بالاخره گذاشتن دیگه. آره ولی مرچاشون هم پرسجو میکنم که حتما بتونم یه دونه بگیرم. کدوم؟ اینا ویدیو چیزشونه دیگه. ویدیو کوروشتوپیا. ویدیو کوروشتوپیا. مولکه. مولک. واقعا چیز خفنیه. این هم چالش تیزبینیه که زیباست. همش ببین تو ای کاش میتونستیم یه دونه با امضای خود ایمان داشته باشیم. وای چی میشد من اولین چیزی که از کل گومان گرفتم کارم به خودم خب ایمان استوری خب یه ایمان استوری مولای کرد و سر همون خیلی چیز شدم و از استوریت کنه میخوای چیکار کنی؟ خودکشی. خوبه. بعد واقعا خیلی چیز باحالیه. فکر نمی‌کردم یه همچین فضای باحالی رو بتونن درست کنم ولی خب من امروز توی کانال تلگرامشون من رفتم دنبال پی دی افشون گفتم چرا پی دی افو نذاشتین که من برم هر چی باشه من همینجا ساندالکس بچه‌ها بیاین ساندالکس حتما تکلیف. خب خیلی فضای باحالی داره. خیلی تا 3 روز هم گفتن که یعنی امروز چهارشنبه است، فردا پنجشنبه و پس فردا جمعه میتونید برید از کافه سانتالایز. شنبه هم هست. شنبه نیست. بیایید پیکای شادی پوما تهیه کنید و اگه تا چیز بمونه اگه پیکا اضافه بمونه که بعید بدونم با این خیلی جمعیت میتونید تا روزهای بعدم بیاید تهیه کنید ولی اولویت تو این 3 روزه. همین الان هم دارن مدیریت میکنن که تموم نشه پیکا. خب چون ولی خب کوروش هم خودش توی داگ نباش گفت خودتون میتونید پرینت کنید کاغذی ولی خب اگه برید بگیرید با یه کوالیتی خیلی بهتری میتونید چیز کنید و کوالیتی خوبی داره، فضای باحالی داره. چند بار گفتی فضای باحالی؟ نمیدونم اصلا حالی شدم میگم خیلی هولم ولی الان هم داره ویدیوهای چیزشون آخر ویدیوشون هست بای ایوان افتاد ولی آره دیگه اینجوری واقعا هول شدم اصلا نمیدونستم. من گفتم فکر کردم کاتگوری پوش داریم ولی یه جای بهتر نتونستم. خب سورپرایز شدی یا نه؟ آره اصلا واقعا خیلی شد کردم. ببین گفته بودم قرار پخش کنیم ولی مرچا بذار ببینم میتونم بهتون نشون بدم. اول برم اجازه بگیرم بعد میگم. الان
تنها با منی و اگه به موفقیت برسم و مرچو بگیرم تو ولاگ بعدی حتما با مرچ بچه گفتن تا نیم ساعت دیگه مرچ‌ها رو پخش میکنن و خب دلیلش هم اینه که اونم وقت ماه رمضون این اتفاق داره میفته ولی منتظر باشید دیگه. مرچش بشید خیلی چیز بود 3 یورو فرق شکومان بود. حالا که اومدن تو تهران فکر کنم قیمت پایین پایین ولی خب این بالیشش خیلی بالاست میگن یا نه دیدی؟ آره و ماسکزم یه دونه بذار چیزم به اونور بریم ها میخوای؟ اونجا هم دارن ویدیو لوازم تیک تاک رو دارن چیز میکنن خیلی باحاله. حالا من 2 تا ویدیو شروع کردم امیدوارم که کپی رایت نزنیم ما. نه کپی نمیشه ولی خب بچه ها اینجا هم دارن زحمت میکشن. بشین تا از آن بگن دیگه. من مرچ میخوام مرچ منو بدید. ببین این نگفته تو به ما بذار کامنت دلگرم گفته کامنت مهربون ولی نگفته به ما بذار گفته تو فضای مجازی یه کامنت دلگرم خب 3 تا کامنت دلگرم کننده رو هر 3 تاشو بیا واسه من بذار دیگه و 5 تا کوماندو اضافه کن 5 تا کوماندو اضافه کن نه 5 تا کومانو به 5 نفر معرفی کن کوماندو کن 5 نفر رو و این نام بعید بدونم با این محبوبیتی که کومان داره هنوز کسی مونده باشه که کومان داره. من الان تو فکرم یه لحظه گفتم من به کی مثلا بگم گفت دیدم که همه هر رفیقی یا هر کسی که میشناسم کوماندوه. به نظر من اگه کسی کومانو نمیشناسه واقعا دوگمه نبود و خلاصه که اینطوری یه بار دیگه میتونم بگم تو فضای وای تافه قشنگیه. آره و من مرچ میخوام میدونی مرچ منو بدید و الان کلی پکیج شدی تموم کردن. آره نکنم تا 3 روز دیگه بمونه ولی خب گرفتم موفق شدم لایف. همین الان مرچ اومد و در عرض 2 ثانیه تموم شد یعنی به ما نرسید ما که تویه اصلا نذاشتم بگه تو تموم شد. همه مرچ‌های کومان تموم شد خلاصه که و کوماندوها رو یکم نشونتون بدم که چقدر زیادن و چقدر شروع شده اینجا. میای اینجا بای بای داری میای امیرعلی بیو خب امیرعلی چه احساسی داری؟ هر جا میبینی کوماندو یا خب بچه امیدوارم که از ویدیو خوشتون اومده باشه. همه یه پیک دست یعنی از همه برای کومان اومده پاساژ رو تسخیر کردیم همه کوماندوها پاساژ همه تسخیر فقط برای کومان اومدن اینجا بیست عجیب غریب هست. امیدوارم که از ویدیو خوشتون اومده باشه و اینکه خیلی دوستتون دارم. امیدوارم نیا کوروش و ایمان این ویدیو ببینید و ما حال کنیم دیگه با دیدن اونها. امیرعلی یه چی بگم بای 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 Keeps going, I lose my breath, boy, you got me breathing. Oh, every little thing you do, every time you hold me, take me high. فقط کوماندوی ما نه یکی نه دو تا خیلی زیاد
فکر تو خوش نمیدونست پیکش توی دستشی کاغذ اونا کماندوی واقعی نیستن، تو کماندوی واقعی پیک شادی کماندوی همین؟